سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. امروز یه کلیپ خیلی خفن دارم براتون که شروع روز با آیسان و اتفاقی که بین آیسان و سامی بیگی میفته و یه اتفاق خیلی خفنه و یه اتفاق خیلی جالبه. امیدوارم از این کلیپ نهایت لذت رو ببرین. لایک فراموش نشه. دوستتون دارم. امید آخرم عشقت شده. بیدار شدم بعد دیشب ساعت 2 اومدم خونه، فهمیدی؟ بعد میدونه این دل دیوونه وقتی میگیره از تو میخونه، من فقط میخوام که باش. بعد اینو گوش کنین آجی، خیلی جالبه، کسیناییه، گوش کنین. بذار بگم، بذار بدارم بیرون. سلام، چه خبر؟ خوبی؟ قربونه. آره نوکرتم. آره آقا، اومدم بیرون یه ذره زیر آفتاب بشینم. ساعت 8:30 صبح. من دیشب ساعت حاجی اینا موندم. من دیشب ولوس ساعت 2 اینا رسیدم خونه. الان هم دروغ به شما نگم، روز شنبه ها من معمولا میرم سر کار. الان ولی میخوایم داداش ساعت 10:10 بریم. میخوایم بریم بالای یه ساعت کاردیو بزنیم، بریم سر کار، بعدش بیام بریم یه پا بزنیم، شبم با بچه‌ها بریم شام. میگم بیدار شدم، گفتم بذار یه موزیک شاد بزنم، بذار حالم خوب شه اینا. بعد زدم همینجوری سامی بیگی و اول ای جونم و بعد اون یکی رو که گذاشتم. بعد داشتم تو دایرکت میگشتم. سامی بیگی آجی خیلی بچه درستیه، تو فاز خودشه دیگه، زیاد حال و حوصله نداره. بعد دیشب یه وایس بهش دادم که گفتم بهش گفتم سامی جان، گفتم خیلی ماشاءالله روبرا و سرحالی، خیلی حال میکنه. حالا دیگه سبک رفاقتی خودم، سبک خودم بهش گفتم دیگه. و دیگه دیشب من خواب بودم، سامی جواب داد. بعد الان داشت آهنگشو که میخوند تو دایرکت داشتم میچرخیدم، وایسش هم همزمان اومد. بعد بهش گفتم سامی، گفتم من بیدار شدم، حالم خراب بود آجی، موزیک تو رو گذاشتم دارم حال میکنم. بعد الان چون من دیشب وایس داده بودم دوباره خواب بودن دیگه. آره منظورم خیلی صحنه باحالی بود. بعد وایسش که داشتم گوش میدادم، موزیکرم داشت میخوند، بعد موزیکش هم حفظ بودم. حالا تمام اینا سامی و آیسان و حسن و حسین رو ولش کن. میگم این خدا حاجی بخواد یه چیزایی برات رو بکنه، قبل اینکه رو بکنه باید بهش بگی پروردگار تو یه کاری بکن من گیرپاش کسوف نشم، یعنی منگ نشم. داستان چیه؟ گرفتی؟ خیلی داداش قضیه سخته، خیلی سخته. میگیری دارم داداش چی بهت میگم؟ خدا میبینه، میگه هر چقدر آیسان ببینم تو بتونی این قضیه ها رو در هر زمینه دایجست بکنی، من به تو بیشتر میدم، یعنی بتونی هضم بکنی. خب تو در جریان باش داداش. تو وقتی یه موقعیتی تو زندگیت میاد، این که بتونی، ببین یارو میگه که طرف پول دیده نبود هول کرد. نه به پول ربطی نداره داداش، پول دیده پوله. موقعیت اجتماعی، برخورد با مردم، 30% پول، 70% دیگه عیار خود توه برادر، که چجوری بتونی این قضیه رو هندل بکنی، چجوری بتونی احترام بذاری، چجوری بتونی احترام رو نگه داری. این خارکسته خودش یه توماری از خارکسته بازی خیابان رو میخواد که من متاسفانه بلد نیستم. آره میگم دارم آفتاب میگیرم، رنگ من قشنگ شد، موهای من دیدین چقدر باحال شده، فرفری شده. آره داداش نوکرتم، قربونت. میخوام یه عکس بگیرم محو افق بشم از بغل، مثلا تو حال خودم هم یکی از من گرفته. نها کن. آقا یه چیزی خدمت شما من بگم. من دیروز رفتم داداش تو کار موزیکای افغانستانی. من هر چیزی که داداش میگم با شما، من بیریا هستم. من یک ذره خارکسته بازی تو سیستم من نیست. بود ولی دیگه نیست. آره تو خمار رو گذاشتم اینا.
حاجی این آهنگای افغانی اصلا چجوری ما آقای داریوش داریم، آقای اوی داریم، آقای اصلانی داریم، آقای فریدون فروغی داریم، آقای یغمایی داریم، آقای شجریان داریم، خیلی آقا هستن، همشون آقا. ولی حاجی بزنین تو کار این خواننده های افغانستان قدیمی رو گوش بکنن، همین آقای احمد ظاهر رو، بعد میفهمی چی میگه دیگه، یه ذره لهجهشون فرق داره حاجی. اصلا جان من یه دقیقه بزنین خدا بیامرز احمد ظاهر، دیشب حاجی من اینو گوش میدادم مثل یک زن از چشم من اشک میومد. للهی خدا شاهده به قرآن، من که داداش خودم مثلا میدونی که من همه فارسی زبان ها یک حاجی همون قدری که فامیل من رفیق قدیمی من به من عشق میده، یه بچه افغانستان هم حاجی به من همون حال میده. تو این شهر هیوستن حاجی من فکر میکنم حاجی حداقل 10,000 تا حاجی آدم های مشتی بچه های افغانستان اینجا هستن که حاجی ما رو هر دفعه میبینن خدای احترامه. بعد حاجی نیست الان مخاطبای من افغانی، حداقل من 20% این 8 میلیون فکر کنم بچه های افغانستان هستن، میام اونجا برای آزادی بچه ها گرد علکی شوری کردم با کسبادی در نه طالبان میزید در خوار مادر ما رو بگاد. آره بابا. خیلی خوب رفقا، امیدوارم این کلیپ براتون جالب بوده باشه، از این ویدیو نهایت لذت رو برده باشین، شیر کنین با دوستاتون و ممنون که همراهمون هستین.